یه چیز میتونه سختی های دنیا رو برامون شیرین کنه، اون معنادار کردن و هدفمند کردن سختی های دنیا سختی داره. برای پولدار هم سختی داره، برای پادشاه هم سختی داره، برای فقیر هم داره. هر کی به نوعی سختی هایی داره. اتفاقا اونایی که پولدارترن سختی هاشون هم گنده تره. فقیر برای یک قالب پنیر گریه میکنه، پولدار برای کارخانه پنیر گریه میکنه. به نظر شما کدوم یکی گریهش بیشتره؟ فقیر برای 1000 تومان گریه میکنه، پولدار برای 1 میلیارد گریه میکنه. میگه 2 نفر رفته بودن سر یه قبری، 2 نفر از این خرافه پرستا، یکی فقیر بود یکی پولدار بود. این جار میزد اون جار میزد، آی به من بده، به این مرده میگفتن آی تو به من بده، آی مشکل من، آی کورس گذاشت ایستاداش برای ایستاد. آقا این پولدار به این فقیره گفت جناب کارت چقدر گیره؟ این پولدار به اون فقیره گفت 40,000 تومان. در آورد جیبش که بگی این 40 تومان بگیر برو تو رو به خدا بذار ما با این تصفیه حساب کنیم. من 40 میلیارده. تو مغلطه میکنی، نه صدای ما رو میشنوه نه صدای تو، نه به داد من میرسه نه به داد. بگی تو 40 تومان برو آقا ما کارمونو بکنیم. این دنیا اینطوریه، یعنی دنیا سختیشو داره. حالا او آقایی که پولدارتره سختیش گنده تره به خدا، او آقایی که فقیرتره برای پنیر غم داره، اما آقای پولدار برای کارخانه پنیر غم داره. سختی اون به مراتب گنده تره. تو برای پرایدت گریه میکنی خش افتاد، اون برای ماشین 1 میلیاردش گریه میکنه. غم کدوم گنده تره بگید شما؟ برای همین دنیا یه جاش میلنگه برای همه. یکی خرداش پالانش نبود، مولانا میگه یکی خرداش پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. دنیا اینطوریه، یه جاش میلنگه. یکی نون داره معده نداره، معده سالم. چیه این؟ من رژیم داره این نمیخورم، اونم فلان، اینم چلا. یکی دیگه معده داره چی نداره؟ نون نداره. دنیا اینطوریه، یه جاش باید بلنگه تا ما متوجه. همون پول داره هم یه نوعی دنیاش میلنگه، این فقیرم یه جوری دنیاش میلنگه. اما لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان تو سختی ها آفرید. اما یه چیز سختی های دنیا رو شیرین میکنه. چی؟ اینکه هدفمند باشه، معنادار باشه، تو بدونی برای چی سختی میکشی. برای همین رسول پاک علیه السلام توی دعای میگه اللهم انی اسالک من الیقین، اللهم انی اسالک من الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. خدا یه یقینی بده که سختی های دنیا برام شیرین بشه.